سعادت بالاتر از آن نیست که ما مردم شرفمند تاجیک در یک سرزمینی بهشت‌آسا عمر به سر میبریم و همه روز از فضیلت‌های نیکی زمان صاحب استقلالی کشور عزیزمان بهره‌ور میگردیم. سلام تماشابینان عزتمند، برنامه شکوه استقلال است. این لحظه از تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز منظور شما و مهمان برنامه ما هستند هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان میرعلی دوستیزاده. شما رو خوش آمدید میگوییم با برنامه شکوه استقلال و ما تصمیم گرفتیم که در برنامه نوبتی عاید به دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور عزیزمان، رشد فرهنگ ملی در زمان صاحب استقلالی کشور و آن اقدام‌های نجیبانه که از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت برگزاری آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من، فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت که طی چند سال اخیر با یک شکوه شهامت خاصه برگزار می‌گردد و جوانان زیادی را متحد ساخته است که ما با این وسیله می‌توانیم که با آینده درخشان این جوانان امیدهای زیاد داشته باشیم و جوانان تربیت بیابند که آنها توانند که این فرهنگ و این صنعت و این مدنیت بسیار قدیمه ملت ما را به عالمیان معرفی ساخته باشند. میخواستیم که در آغاز صحبت عاید به استقلالیت و آن زمینه هایی که توانست فرهنگ ملی ما را عالم شمول نموده باشد ابراز اندیشه میکردید. تشکر زیاد. پیش از همه چی خوب است که ما ملت کهن بنیاد صاحب دولت، صاحب استقلالیت خود هستیم و استقلالیت البته برای هر یک ملت شرف، آبرو، اعتبار و خاصه آرزو و آمال هر یک ملت است و صد شکر که ما به همه این چیز سزاوار هستیم و دولت خود را داریم. ملت کهن بنیاد سرزمین ما طول زیاده از 30 سال استقلالیتش در فضای کشور برای رشد و نمای صنعت ملی، فرهنگ ملی، ارج گذاشتن به گذشتگان نیاگان گذشتگان ما صنعت و فرهنگ خود و امروز با تشبث بی‌واسطه چخیلی که گفته دولت و حکومت تاجیکستان بخصوص سرور معظم کشورمان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت معتبر کشور امالی رحمان که در طول اینقدر یک خورد تاریخ چقدر که تانستن برای آبادسازی کشور و بخصوص برای آبادسازی فرهنگ کشور تمام چاره ها را جستن و عملی نمودن. امروز بی یگان شبهه به تمام گوشه و کنار مملکت وقتی که سفر می نماییم از قامت افرازی بناهای نوی فرهنگی، بناهای نوی باغ‌های فراغتی، بناهای آثارخانه ها، بخصوص قصرهای فرهنگ، تئاترها شناسایی پیدا میکنیم و چقدر افتخار میکنیم که ما پیش آرزو داشتیم که در یک قشلاق دوردست اقلا یک کلوب یا کتابخانه داشته باشند که طلبات جاودانی زمان باشند. و صد شکر در برابر این سازندگی ها امروز در تربیه متخصصان جوان نیز مکتب های مخصوص کسبی که اینم با تشبث سرور معظم کشور در دوران صاحب استقلالیت تولید یافتند. این البته پیش از همه کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارف، کالج خرگرافی که ما نهایت نیاز داشتیم، بسیار خوب میدونیم که در کدام حالت رقص کلاسیکی تاجیک یعنی بالت قرار داشت و خوشبختانه همه مشکلات پس سر شدند و امروز این مؤسسه ها در تربیت کادرها سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. اصلا اهل فرهنگ، اهل هنر میتواند که شکوه و شهامت و فرهمندی استقلالیت و دستاوردهای کشور عزیز ما را به مردمی این سرزمین و به عالمیان معرفی کرده باشد و تقبیل میکنیم که در اکثریت سرودهای شما چه در سرود سرزمین و چه در سرود صلح مالیوا دارد. شما بسیار از این دستاوردها گفتید. وقتی که در آن مصرع‌ها گفته می شود که خلق راهنما دارد، مردم ما بار دیگر به احساس گرمی و تندرستی میخواهند که
با نگاهی نیک، با قلب سرشار از محبت نسبت به این وطن، یعنی که صمیمانه نظر داشته باشند. یکی از پدیده های بسیار نیکی که در طول سالهای صاحب استقلالی کشور عزیز جوانان ما با آن نائل گردیدند، خودی برگزاری آن همین آزمون های جمهوری که ما و شما در اینجا درج کردیم. شما به حیث حکمان در این آزمون ها اشتراک داشتید، از هنرنمایی جوانان واقف می‌گردیدید. این پدیده نیک را چگونه شما استقبال نمودید؟ کمی اگر به دوران اول صاحب استقلالیت صفحه یا که نظر اندازیم، بینیم که در کدام حالت ما قرار داشتیم. بله. بسیار مشکل بود، مردم رو افتاده بود. هنرمندان از آینده هنری ملی تاجیک باوری نداشتند. بله. فکر میکردن که چی میشده باشد. لیکن وقتی که قدم به قدم، دوره به دوره، وقتی که سازندگی ها، مهربانی ها و تمام شاخه های گوناگون دولتداری بخصوص به صنعت که پیدا شد، ما دیدیم که چقدر برای بلند برداشتن صنعت موسیقی ملی ما دولت و حکومت ما بخصوص سرور معظم کشورمون زحمت میکشد. البته ما روح الهام گرفتیم به سراییدن و به ایجاد کردن سرودهای نوی وطن دوستانه پرداختیم. و بعد چندین وقتی معین باز بینید که باز هم با تشبث فرهنگ سالار و فرهنگ دوستانه سرور کشورمون این آزمون ها تهیه شدن، پیشکش مردم گردانده شدن. از دورترین ناحیه کشور عزیزمون در این آزمون ها شرکت می‌ورزند. بله. حتی در وقتی همون برگزاری آزمون ها ما حتی در حیرت میمونیم که مثلا از ناحیه مرغاب، از ناحیه جیرگتال، از ناحیه پنج قمسنگیر و شهرتوز، همین خیلی جوانان بلایاقت در دل که یک شعله امید و هنر دارن، با آینده صنعت دل بستگی دارن، پیدا میشوند، میبینن، برآمد میکنن و ما نیز گوش میکنیم، با نظر داشتی همه کمبودی با دل برداری میکنیم و بسیارش صاحب جایزه هم میشود و با یک مبلغ نغز هم سزاوار میگردن و رفته البته دلشون که گرم شد باز برای آینده باز کارو فعالیت میکنن، دانششون رو سیقل میتین. همین طول 3 سال اخیر در کنسرواتوری جوانان نهایت بلایاقت زیاد شدن گرفتن. اینم سرچشمش آن همین آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی ما. بله. بله. من این سال گذشته از 23 نفر دانشجویان جوانانی که به کنسرواتوری آمدن کورس‌های 1 و 2 و 3 اشتراک کردن، از 23 نفر 14 نفر غالبی آزمون گردیدن، موندگی همه صاحب دیپلم شدن که حاضر بسیار یک با مهارت بلند خوانده صاحب کسب شده ایستاده‌اند. مخصوصا در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن‌ها، مقدس نگاه داشتن آیین‌های فرهنگی یکی از عامل‌های پایدار نگاه داشتن دولت و ملت میان دولت‌های متمدن عالم محسوب می‌یابد و خوشبختانه امروزها دولت حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت تدبیرهای شایسته را روی کار آوردند و مخصوصا برگزاری آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت نیست، از چنین اقدام‌های نجیبانه بشارت می‌دهند. قریب که امروز در تمام مؤسسه‌های فرهنگی، تئاتری، کنسرتی، کلکتیوهای هنری جوانان در دوره استقلالیت تربیه یافته کار و فعالیت دارند. بله. استادانی که مثلا سالیان پیشین کار میکردن و حالا هم کار میکنن فایز کم رو در بر میگیرد و البته اونا همشون چی میگن درس دهنده جوانان هستند، یعنی که مکتبی بسیار با قوت گذاشتگان امروز با جوانان پیوسته کار میکنن. بله. البته در مسئولیت بلندی جوانان فایز بسیار زیادی بچه ها با یک دلگرمی، با یک مهر محبت به کسب خود درس‌های مشقی یا که درس‌های کسبی خود رو میگذرونند. خیلی کن البته هستند جوانانی که میخوان که همین به یک بی زحمت و بی خدمت صاحب مثلا یک آبروشوان یک یا دو سروده با واسطه فنگرام در تلویزیون و رادیو ثبت کنند و خود رو معرفی کنند. البته چنین هنرمندان ایجادیات چنین هنرمند عمری دراز دیده نمیتوانند. بله. با اون بچه‌هایی که میفهمند بخصوص در کنسرواتور عموما بلندگویی یعنی میکروفون استفاده برده نمیشود، فنگرام کو قطعاً استفاده برده نمیشود، همه زنده میسرن، زنده مینوازن، زنده کار و فعالیت ایجاد میکنن. از همین نقطه نظر طلبات که در مکتبی کسبی که سخت‌تر است بچه‌ها بسیار نقص پخته میرسن.
من همین شب روز حاضر کنسرت های حساباتی صنف ها رفته ایستاده است. من باز یک از فرصت مناسب استفاده برده خیلی که گفتید ارجگذاری به فرهنگ و به صنعت ملت، ببینید که در دوران صاحب استقلالیت 6 مقام جهانی شد. بله. با ابتکار بی‌واسطه سرور معظم کشور. فلک جهانی شد. بله. نوروز جهانی شد. این همون فرهنگ و صنعت بزرگ ملت ما هست که از قدیم الایام با ما آمده است و امروز ما ارج میگذاریم، احترام میکنیم. البته در آینده نیز با این چیز آبروی ملت ما را، آبروی فرهنگ ملت ما را، صنعت ملت ما را به جهانیان خیلی گفتید معرفی میکنند. و خوشبختانه امروز جوانان خیلی که گفتم که از نقطه نظر کسبی درس میآموزند و کار و فعالیت میکنند، یعنی که از تنبلی دور میشوند. بله. یعنی که مکتب میگذارند، پخته میرسند، کنسرواتوریا یعنی کنسرواتسیه میشوند و در نتیجه اونا در آینده در استحصالات گیم در صحنه به یگان ترس از ایجادیات خود، از هنر خود استفاده برده میتونند. ما بخشیده به جشن استقلال دولتی با دستاوردهای زیادی نائل گردیدیم. کارهای آبادانی و بنیادکاری در تمام گوشه و کنار کشور از این زمان جریان داشتند و اکنون قدم‌های استوار می‌گذاریم با استقبال جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان. چه تشبس‌های نیکی ما را انتظار است از جانب آن جوانانی که امروز در کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان تحصیل می‌نمایند؟ تشکر زیاد. البته با این یک دور دیگری که برای باز هم آباد ساختن، باز هم زیبا گرداندن زندگی بهتری مردم ما روانه کرده شده است. نقشه‌های کشیده حکومت جمهوری تاجیکستان. بله. طول 5 سال ما باید بسیار کارهای رو به انجام رسونیم، بخصوص در ساحه فرهنگ و صنعت نیست. در نزد خود نقشه گذاشتیم. من طول 2 سال اخیر به تمام شهر و ناحیه‌های کشور سفر میکنیم، متخصصان رو روان میسازیم. معلم‌ها که آموزگاران کنسرواتوریا رفته بچه‌های بالیاقت رویخط کردن، نامنویس کرده دعوت میسازن برای خواندن به کنسرواتوریا و بسیار خوب هم قبول میشود. خوشبختانه بعضا منطقه‌ها، بعضا ولایت‌های ما بسیار خوب قبول میکنن، بسیار در این باره فکر میکنن که آینده و قصر صاحب متخصص بودنش در کار و یکی ساخته جناب ولی توفیق کرد به رایون یا به شهر و باید که کار کند، خواب نرود. بله. قلفش آویزان نباشد. بله. لیکن بعضا ناحیه‌های هستند که برای دریافت جوانان بالیاقت خواندن به کنسرواتوریا کم ترک سهلانکاری میکنن. ما امروز من همین از ماست که بر ماست این جای مثلا وای نیست، ما باید کمبوده گوییم خودمون از پای اصلاحش شویم. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولت عزیزمون ما در پر ساختن یا که در مکمل ساختن همون قصرها و من همون کلکتیوهای صنعت باید که سهم خود را بگذاریم. بله. و پیشوای معظم ملت در هر یک سخنرانیشون فرهنگ رو بله. هستی ملت میگویند و البته این فرهنگ است که زندگی رو زینت میبخشد. فرهنگ است که جامعه رو به زیبایی پرستی هدایت میکند. بله. و میسازد که امروز مردم شرفمند ما نسبت به فرهنگ از این هم بیشتر ارج بگذارند و از این امکانیت های شایسته ای که استقلالیت دولتی با تشبس های بی‌واسطه دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به ما رسیدن آنها را ثمره بخش استفاده برده توانیم و برای آینده از این هم درخشان وطن به خاطر سزاوار استقبال گرفتن جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از امروز قدم های استوار گذاشته باشیم. برای شما اظهار تشکر و منتداری میکنیم که مهمان برنامه ما بودید. سلامت باشید. سربلند باشید. بیننده های عزتمند، در همین جا برنامه شکوه استقلال به انجام میرسد. همیشه سربلند و موفق باشید. حرف ما صدا دارد، خلق رهنما دارد، صلح ما لوا دارد. خلق رهنما دارد، صلح ما لوا دارد. ملتی به فرهنگم هم دل و هم آهنگم، حامی نگین و تاج پاسدار اورنگم. ملتی به فرهنگم هم دل و هم آهنگم، حامی نگین و تاج پاسدار اورنگم. خلق رهنما دارد، صلح ما لوا دارد. خلق رهنما دارد، صلح ما لوا دارد.
طرف انجمن داریم منبری سخن داریم شکر صلح آزادی شکر این وطن داریم طرف انجمن داریم منبری سخن داریم شکر صلح آزادی شکر این وطن داریم خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد ملتی به فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم آمینگین و تاج پاسداری اورنگیم ملتی به فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم آمینگین و تاج پاسداری اورنگیم خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد سازی ما نوا دارد حرفی ما صدا دارد خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد